نگیم، اما نه از مادری که ایدئال شده است و زنان رو به خاطر مادر بودن خونه نشین میکنه. من و شمایی که مادریم میدونیم که مادری یک تلاش بیپایان جسمی، روانی و روحیه، ولی با همه سختی‌هاش، با همه بالا و پایین‌هاش، همه برچسب‌هایی که به خاطر مادر ایدئال نبودن بهمون میزنن، ما کلیشه‌ها رو برهم میزنیم، دنبال آرزوهامون میریم و به فرزندانمون هم یاد میدیم که تلاش و کوشش کلید رسیدن به اهدافمونه. مادرهایی که بلند پروازی میکنن و انتخاب کردن به غیر از مادر بودن نقش دیگه‌ای هم توی زندگیشون داشته باشن. یکی از این مادرها اکرم آریا منفرده، زنی که 50 سال پیش با 5 تا بچه قد و نیم قد تصمیم گرفت بره دنبال آرزوهاش که اونم پرواز و خلبانی شدنه. اونم درست زمانی که همه فکر میکردن خلبان بودن فقط و فقط مختص آقایونه. ایشون امروز نتونستن در کنار ما باشن، اما توی ویدیوی بعدی میریم از زبان خودشون بشنویم که چجوری خلبان شدن.